شفیع پوجردی هستم و با یکی دیگر از آموزش‌های رایگان مهندسی در خدمتتون هستیم. در این قسمت از آموزش قصد داریم تحلیل استاتیک غیر خطی به روش پوش‌اوور رو، البته هرچند که نیازمند پیش زمینه‌ای در رابطه با این تحلیل هستیم و پیشنهاد می‌کنم حتما نشریه 360 رو یه دور مرور کنیم. ما صرفاً در این جلسه از آموزش قصد بر این داریم که تحلیل استاتیک غیر خطی رو، ضوابطش رو فقط بهتون یاد بدیم که چطور وارد نرم افزار کنیم. خب سازه‌ای که پیش روی شما هست یه سازه 4 طبقه است، البته 3 طبقه روی پیلوت، ارتفاع هر طبقه 3 متر است و یه سازه نامنظم هندسی در پلانه. خب ما صرفاً در این جلسه می‌خوایم نحوه وارد کردن ضوابط نشریه 360 برای تحلیل استاتیک غیر خطی رو در قسمت لود کیس، یعنی لود پترن که ما بارهای استاتیک خطی رو وارد کردیم کار نداریم، فقط در این بحث آموزش استاتیک غیر خطی در خدمتتون هستیم. یعنی از این قسمت به بعد قسمت بارهای ثقلی و بارهای یک نواخت و همچنین بارهای این ایکس که اینجا معرفی حضورتون هست بارهای مثلثی هستن. خب به چه صورت باید اینها رو وارد کنیم و از بیس کار میایم این موضوعات رو کامل به شما آموزش کنیم. با ما همراه باشید. برای اینکه ما یک تحلیل استاتیکی موفقی داشته باشیم نیاز داریم که برای تیرها، ستونها یک سری مفاصل رو بیایم و بهشون اختصاص بدیم. البته ما در این آموزش بیشتر سعی بر این داریم که اون ضوابط لازم رو شما یاد بگیریم و ضوابط مراحل ابتدایی اونایی که حالا میخوان به درجات عالیه برسن بهتره که حالا از روش‌های دستی استفاده کنن. ما سعی بر این داریم که از روش‌های اتوماتیک تعریف شده تو خود نرم افزار بیایم و این الگوهای موجود رو به نرم افزار اعمال بکنیم. خب پذیرش مفاصل پلاستیک توی نرم افزار برای سازهای فولادی حالا به صورت اتو رو ما این جلسه توضیح میدیم و به صورت دستی داریم که انشالله توی یه ورکشاپ دیگه در خدمتتون هستیم. برای تیرها مفاصل خمشی در واقع M3 و V2 رو تعریف میکنیم. این قسمت فقط برای تیرها هست. برای قاب‌های خمشی هر دوتا رو باید لحاظ کنیم و برای قاب‌هایی که به صورت مفصلی هستن دیگه نیاز نیست مفصل خمشی M3 رو تعریف کنیم و مفصل خمشی V2 کفایت می‌کنه. برای ستون‌ها هنگامی که P نیروی محوری ستون و نیروی PCL کرانه پایین ستون هست کمتر از 2/10 باشه رفتار مشابه تیره و میایم فقط اگر دو بعدی باشه سازه میایم و مفصل خمشی M2 رو وارد می‌کنیم و اگر سازه 3 بعدی باشه میایم مفصل خمشی M3 رو تعریف می‌کنیم و هنگامی که P به PCL بین 2/10 تا نیم باشه اندرکنش نیرو مومان رو داریم و مفصل خمشی PR2 M3 و برای سازهای دو بعدی PM3 رو تعریف می‌کنیم و هنگامی که P به روی PCL بزرگتر از نیم باشه رفتار نیرویی هست و به قول معروف از نوع اکسیال P نیروی محوری تعریف می‌کنیم و بادبندها هم به همین صورت باید حتما نیروی اکسیال P رفتار نیرویشون نیروی فورس هست و در مرکز بادبند بیاییم مفصل پلاستیک رو تعریف کنیم و دو طرف بادبند هم از نوع V2 تعریف کنیم. خب برمیگردیم به نرم افزار و الگوهای تعریف این نوع مفاصل رو برای شما توضیح میدیم. خب ما ابتدا کل تیرها رو انتخاب می‌کنیم، سلکت رو میزنیم، پراپرتیز و فریم سیکشن و از مقاطع IP ها حالا استفاده کردیم. حالا یه سلکت رو میزنیم، بله کل تیرهامون انتخاب میشه و اساین رو میزنیم. میخوایم مفصل پلاستیک بشه اختصاص بدیم، اساین و قسمت فریم هینج و مفصل پلاستیک خمشی M3 رو بهش وارد میکنیم. اینجا حالا دو تا گزینه از اد تو اسپسیفیک هینج، یعنی اون مفصل‌های قبلی که بودن شما بهش اد کنی و مفصل‌های حالا جدیدی که هستن رو بهش اختصاص بدید و اینجا ریپلیس هم که
یعنی مفاصل جدیدی که داریم اختصاص میدیم مفصل قبلی رو پاک کنه. خب ما به فاصله 5 صدم و 95 صدم از طول تیر میخوایم بهش مفصل اختصاص کنیم. مفصل خمشی از نوع F100 استیل بیم رو حتما دقت کنیم انتخاب شده باشه. برای کالم هم هست، حالا بتونیش هم هست. ما اینجا صدام و ساز فولادیه. بعد مفصل خمشی M3 رو چون ساز سه‌بعدی انتخاب میکنیم و اینجا میگه drop it after E point. خب این خیلی نکته مهمی، یا is extrapolated after E point. خیلی مهمه تو کدومش رو شما بیاین انتخاب کنید. خب اگر به این شکل توجه کنیم، وقتی میگه که drop after E point یعنی به اینجا رسید دیگه تحلیل سازه متوقف بشه و تا همینجا ادامه کنیم. ولی وقتی که این گزینه رو انتخاب میکنیم دیگه بعد از اینکه این مراحل رو طی کرد دیگه تا اینجا متوقفش نکن، ادامه بده که ما رفتار مفصلامون رو بتونیم ازش مشاهده بکنیم. خب پس ما این گزینه رو اگر انتخاب کنیم به نظر من خیلی بهتره، چون میتونیم رفتار مفاصلمون رو بعد از خراب شدن مشاهده کنیم. 5 صدم مفصل خمشی M3 و بار دیگه 95 صدم به فاصله 95 صدم. 95 صدم مفصل خمشی M3 رو بهش اختصاص میدیم. اوکی و اوکی. خب مشاهده میکنید که توی این قسمت الان اگر توی کلم استیلش بریم، هرچند که قبلا من به قول معروف مفاصل PM3 رو بطور تعریف کردم، اما یک بار دیگه ما اینا رو تعریف میکنیم و میبینیم که دو انتهای اون تیر اینجا اومد و یه مفصل خمشی از نوع M3 تشکیل داد. لا الیویشن های مختلف دیگر رو نگاه کنیم. این 5 صدم و 95 صدم از طول تیر میشه. خب ما گفتیم که مفصل خمشی رو باید تعریف کنیم که تعریف کردیم و حالا نیازمند مفصل بروشن هستیم دیگه. وقتی میایم توی قسمت معروف پروپرتیز و قسمت هیت پروپرتیز رو میزنیم. حالا قبلا نیروی محوری ما تعریف کردیم، کاری با این نداریم. ما قراره مفصل خمشی V2 رو بیایم و تعریف کنیم و اد رو میزنیم، V2 رو انتخاب میکنیم، اکسل این دفعه نیروی بروشی V2 رو انتخاب میکنیم و حتم نیرو کنترل باشه. طبق ضوابطی داریم اینجا هم قسمت ضربت V2 و اینو بیشتر میکنیم، یعنی بعد از اون نقطه E هم بیاد ادامه بده و اوکی رو میزنیم. اسمش هم میذاریم حالا مفصل کنارو V2. اوکی رو میزنیم و مفصل ویدیو ما تشکیل شد. خب یه بار اون محتوایی که قبلا انتخاب کرده بودیم با PS رو که بزنید شما Get Previous Selection میاد و تیرها رو انتخاب میکنه، کل تیرها رو، و مجدد اساین رو میزنیم قسمت فریم این و اینجا دیگه ریپلیس رو انتخاب نمیشه، چون میخوایم همون مفاصلی که بود رو از قبل رو داشته باشیم. پس اگر دوباره 5 صدم و 95 صدم رو بخوایم بزنیم، خب روی مفصل میفته ما نمیفهمیم آیا مفصل تشکیل شده یا خیر. پس یک بار اینجا رو روی 2 صدم اد میکنیم، ببخشید البته روی ویدیو میذاریم اد میکنیم و یه بارم روی 98 صدم، یعنی از 2 صدم طول تیر ابتدای تیر و 98 صدم ابتدای تیر بیاد این مفصل رو تشکیل کنیم. اگر ما اوکی رو بزنیم نزدیکتر که بریم، حالا مفصل تشکیل شده، خیلی مونتاژ توی نزدیک به هم هستن و دو تا مفصل رو میبینیم که تشکیل شده. خب توی این قسمت هنگامی که ما اومدیم مفاصل رو قول معروف تعریف کردیم برای تیرهامون، می‌بینیم که یه مقدار اینو اگر بزرگترش کنیم میتونیم به عمق جزئیات این
مفصل پی ببریم. یکیش حالا به فاصله 5 صدم بود و 95 صدم، یکی هم مفصل بروشی V2 برای قاب‌های خمشی. گفتم که رفتارمون مفصلی نیست و باید حتما مفاصل خمشی MC و V2 رو بیایم ما تعریف کنیم. خب اینو برمیگردیم به حالت اولش و میایم و حالا این دفعه ستون هامون رو انتخاب میکنیم. خب میایم از قسمت سلکت توی نرم افزار و پراپرتیز رو میزنیم فریم سکشن. حالا مقاطع باکس بود توی ستون ها واسمون، حالا از اول تا آخر انتخاب میکنیم. هرچی هست رو بیاد سلکت کنیم، میبینیم که تمام ستون هامون رو اومد و انتخاب کرد. حالا بیایم توی این قسمت اگر اینجا رو ببینیم و میایم توی قسمت اساین و قسمت هینج نرم افزار و برای ستون هامون گفتیم که میخوایم اوتو تعریف کنیم. باز هم روی 5 صدم اد رو میزنیم. این دفعه دیگه به جای استیل بیمز میایم روی استیل کالمز میذاریم و چون سازمون 3 بعدی هم هست، فرضمون هم بر این هست که پی به روی PCL بین 0.2 تا 5 صدم باشه و اندرکنش نیرو مومان هست و برای سازهای 3 بعدی از نوع PM2M3 و اگر ساز 2 بعدی بود PM3 رو در نظر میگیریم. خب ما PM2 و PM3 رو میزنیم و is extrapolated after point E رو هم که قبلا توضیح دادیم، بعد از نقطه E بیاد و اون رفتار مفاصلمون رو نشون بده و اوکی رو میزنیم برای 5 صدم و این قسمت هم 95 صدم از طول تیر اوکی رو میزنیم و اینجا دیگه ریپلیس میکنیم که دیگه به اون هینجای قبلی که من تعریف کردم قبل از اینکه این آموزش رو تولید کنم دیگه مجدد باز اخطاری توی تحلیلامون به وجود نیاد. اوکی رو میزنیم و مشاهده میکنیم که به فاصله 5 صدم و 95 صدم از طول تیر به صورت اتوماتیک میاد و مفاصل پلاستیک رو اختصاص میده. خب شما اگر وارد نشریه 360 هم بشین دفعه 50 و فکر میکنم فصل 5 باشه برای سازهای معروف فولادی، ویرایش 92 نشریه 360 ویرایش 92 تجهیز نشر اول، می‌بینید که تیرها رو کامل در خمش در نظر گرفته. حالا ارتفاع تیر به ضخامت جانش، حالا یک فاصله مدول الاستیسه و تنش تسلیم این ضوابطی داره که اینها رو اگر بخوایم به صورت دستی یه الف و ب داره، بخوایم به صورت دستی وارد کنیم که خب توی این جلسه نمی‌گنجه ما اینو توضیح بدیم، ولی فقط صرفا از اینکه این جدول رو آوردن می‌خواستم بگم که وقتی که شما روی اتو تعریف می‌کنید نرم افزار میاد حالت ب این ضوابط نشریه 360 رو در نظر میگیره و همچنین برای ستون ها هم گفتیم PCL اگه کوچکتر از 0.2 باشه نرم افزار میاد این ضوابط در نظر میگیره و هنگامی که ما اومدیم گفتیم که بین رنج 0.2 و نیم باشه PCL نرم افزار میاد این ضوابط رو در نظر میگیره که اینجا توضیح دادیم و هنگامی که بخواد به قول معروف PCL بزرگتر از نیم باشه نرم افزار میان رفتار نیرو کنترل رو برای محاسبه این موارد در نظر میگیره. خب در ادامه هنگامی که ما مفاصل رو تشکیل دادیم نیازمند این هستیم که بریم وارد بحث دیزاین نرم افزار و قسمت لوگ کیس بیایم و حالتهای استاتیکی غیر خطیمون رو در نظر بگیریم. خب این چیه؟ از کجا اومده؟ خب بارگذاری ثقلی نرم افزار رو چطور میتونیم به قول معروف تعریف کنیم و اصلا ضوابط 1.1 و 275,000 و بعد چه میدونم این جیدو از کجا اومده یا این 9 بار مرده از کجا اومده. خب
میریم وارد نشریه 360 میشیم. خب صفحه 58 نشریه 360 گزارش 92 که بحث روش‌های تحلیل رو داره مطرح میکنه. خب میگه که در بارگذاری ثقلی و جانبی باید اثرات زیر رو بیایم لحاظ کنیم. 1.1 بار مرده و ضرب در بار زنده و قسمت دومش هم بیایم 9 بار مرده رو در نظر بگیریم که میگه در آن QD بار مرده است و QL معادل 25% بار زنده تربیه کاهش نیافته است. خب ما میگم که توی نرم افزار میگیم توی قسمت دیفاین نرم افزار این بار G1 رو در نظر بگیریم، میبینیم که اینجا زده 1.1 ضرب در 275. خب 1.1 که درسته. حالا این 275,000 که ضرب در QL شده از کجا اومده؟ خودش میگه بار زنده 25% بار زنده طراحی کاهش نیافته است. خب هنگامی که شما 1.1 رو 1.1 رو ضرب در با 25 صدام میکنید که 25% میشه، عدد 275,000 بگم. پس هنگامی که وارد نرم افزار میشیم به همچین عبارتی روبرو شدیم، نگید چرا بار زنده شده 275,000. این همون معادل 25% بار زنده، یعنی 1.1 برابر 25% بار زنده کاهش نیافته است که اینجا بهش ضرب کنیم. خب چون بارگذاری ثقلیه تمام وزن ساختمون باید در نظر بگیره، دیگه دیسپلیس کنترل نیست و جهتش هم جهت U1X، جهت U2Y و جهت U3 برای جهت Z که توی ارتفاع ساختمون هست. نقطه 258 هم توی سازه اگر بخوایم معرفی کنیم، یه نقطه رو به عنوان پیش‌فرض به قول معروف به عنوان اگر خوب نمایش بده، یه نقطه رو به عنوان پیش‌فرض فکر می‌کنم همین نقطه بوده که نقطه 250 هست. گفتیم که مختصات مرکز جرم سازه است و این نقطه رو به عنوان نقطه‌ای که برای کنترل و خروجی‌های سازه می‌خوایم در نظر بگیریم و نیروهامون رو روی این نقطه وارد می‌کنیم. پس نقطه 258 رو هم نیرو بارگذاری ثقلی و نیروهای پوشوبرمون رو میایم براش لحاظ میکنیم. پس مجدد به منوی دیفاین برمیگردیم. ترتیب تحلیل هم خب مسلما خیلی مهمه و اگر بخوایم اینو توضیح بدیم که از کجا به دست اومده، یه بار دیلیتش میکنیم. خب دیلیت اد نیو کیس رو میزنیم. خب اینجا G1 رو وارد میکنیم و از نوع استاتیک باشه، نان لینیر باشه. اثرات پی دلتا رو هم میگیم برای تحلیل‌های استاتیک غیرخطی در نظر و بارگذاری ثقلیمون هم مسورسمون رو هم اینجا در نظر بگیره و از نوع تحلیلمون تحلیل مود اول در نظر بگیره، چون تک مودی نیروی استاتیک غیرخطی تحلیل استاتیک غیرخطی. خب ضریب 1.1 برای بار مرده رو وارد میکنیم، میاییم و بار لایت زنده رو وارد میکنیم و عدد 275,000 رو اد میکنیم و خود نرم افزار بالاترین نقطه رو در نظر ما اینجا نقطه 258 رو براش در نظر میگیم. فول لود هست. جهت U3 رو هم مجدد براش در نظر میگیریم و پیشنهاد میکنیم که به سایر قسمت ها دست نزنید، چون ممکنه که باعث غیر همگرایی تحلیلتون بشه. خب اوکی که بزنیم G1 رو میاره و اینو میبریم بالا که حتما از G1 شروع کنه به تحلیل بعد از اینکه تحلیل های خطیمون رو انجام داد. خب G2 هم به همین صورت 9 بار مرده هست، اما وارد یه قسمت هایی شدیم که خب 3 UX داره و مثلا UX G1 و UX G2 اصلا چی هستن. مجدد وارد نشریه 360 خودمون میشیم. خودمون که میگم نشریه یعنی 360 ایران. خب
توی تحلیل های استاتیکی و دینامیکی اصلا کلا موضوع سر همینه. حتما 100% نیروها تغییر مکان هدف باید در 30% جهت متعامدشون در نظر گرفته بشه. خب یعنی چی؟ یعنی میگیم که آقا اگر قرار یه زلزله 100%ش وارد بشه، مثلا 100% در جهت x بخواد وارد بشه، حتما باید 30% جهت متعامدش روی y رو براش در نظر بگیریم. خب به عنوان مثال ما میایم اینجا و توی قسمت UX الگوی یک نواخت رو داریم. حتما روی اکسلریشن میذاریم، لود پترن نباشه. حالا تحلیل های مودی هم داریم، روی مود میذاریم. برای جانبی تراینگل مثلثی روی لود پترن میذاریم که از UX و UY استفاده میکنیم و برای الگوی بار یک نواخت که به سازی میخواد اعمال بشه حتما روی اکسلریشن میذاریم و برای جهت E قسمت Xش UX و -1 رو براتون بعدا توضیح میدیم که چرا روی -1. اگر یک بزنید نمودار خب تجربه میشه، اگر واسهتون خیلی مهم نیست روی -1 بزنید که جهت نمودار از مقطع مفصل رسم بشه. خب مشخصا قسمت زیرو رو که خب اینجا باید بگیم از کجا شروع بشه. وقتی میگیم 0.3 UX یعنی 30% بار UX رو در نظر بگیر و این روی بارگذاری ثقلی G1 بزن. یعنی با این حالت، یعنی بارگذاری ثقلی G1 1.1 علاوه 275,000 لایو لود رو براش در نظر بگیر و هنگامی که روی دیسپلیسمنت کنترل دیگه اینجا برای چک کردن حالت‌های تحلیل استاتیکی دیگه روی فول لود نمیذاریم، چون میخوایم پوش کنیم سازه رو و روی دیسپلیسمنت کنترل میذاریم. چون جهت X هست روی U1 میذاریم و قسمت اون نقطه ای رو که گفتیم قرار بهش بار اعمال بشه روی نقطه 258 میذاریم. گفتیم که یه نقطه رو طور اتفاقی که میخوایم پوشش کنیم نقطه مرکز جرم سازمون است و میخوایم اون رو پوش کنیم و حالا این عدد 108 از کجا اومد؟ مگه نگفتیم 30% UX؟ خب اینجا 0.3 ضرب داره با 1.5 برابر باید تغییر مکان هدف رو ما پوش کنیم. ضرب داره با تغییر مکان هدف رو به طور پیش‌فرض اینجا میایم 2 ارتفاع در نظر میگیریم. یه چیزی پیش‌فرضه، میتونید شما یه عدد دیگه در نظر میگیریم. ما با تجربیات خودمون همیشه میگیم یه تغییر مکان هدف جزئی به طور پیش‌فرض میایم برابر 2 ارتفاع سازه هم اینجا 4 تا 12 متره. خب یه ضرب در 12 هم میزنیم، میبینید که عدد 108 به دست اومد. پس این برای قرائت نمیشه شما 3% UX1 رو توی خروجیاتون بگیرید، حتما باید 100% زلزله در جهت X متعامدش با 30%. خب ما این 30% ها رو که ما میایم تعریف میکنیم اینجا در آخری که میخوام خروجی بگیریم براتون مشخص میکنیم که اصلا این 30% ها به چه دلیلی توی این موضوع میخوره. خب تا اینجا پس یاد گرفتیم که این کار بکنیم. مولتیپل استپ رو برای دیگه فاینال استپ نذاریم. مولتیپل استپ قدم به قدم بین 10 تا 100 تا گام این پیش‌فرض خود نرم افزار رو بپذیرید. اینجا هم که روی دیفالت نرم افزار باشه که کاراتون غیر همگرا در نیاد. اوکی میذاریم، بقیه رو هم کنترل میکنیم که هیچ مشکلی نداشته باشه. خب روی G2 هست و روی U1 چون جهت شیشته هست اوکی میزنیم که اشتباه نشده باشه. حالا قسمت روی G1 میایم اینو روی روی G1 میذاریم که اشتباه جهتش هم جهت روی EY باشه و روی U2 هم هست اوکی هست و روی G2 رو مساوی میکنیم که جهت صحیحه و روی G2 هم هست. اسپریسمنت 108 هست اوکی. میایم روی بارگذاری یک نواخت رو میبینیم. خب تفاوتی که اینجا داره میبینید سایر قسمتاش که یکیه، فقط اینجا
به جای 108 36 زدم. خب مشخصه دیگه ما میخوایم 1.5 برابر تغییر مکان هدف. خب این 1.5 ضرب در با تغییر مکان هدف رو میایم اینجا 2 صدم ارتفاع ضرب در با ارتفاع رو هم که 12 متر بود اینجا میشه 36 صدم. خب مسلما اینجا دیگه نیاز نیست 3% ضرب کنیم چون میخوایم خود خالص این نیروی زلزله در جهت x با 30% متعامدش رو بیایم در نظر بگیریم. اوکی میزنیم. خب اینجا دیگه به جای g1 g2 30% متعامد u g1 یعنی اینجا u x g1 بود بارگذاری یک نواخت در جهت x داشتیم با بارگذاری ثقلی g1 حالا میاد 30% متعامدش در جهت y رو دادن یعنی به عنوان خروجی انگار می‌خواستیم برای x رو در نظر بگیریم با حتما 30% متعامدش روش لحاظ شده باشه. خب سایر قسمت ها هم که هیچ مشکلی نداره و اینم که روی u1 هست. برای u2 رو میبینیم در جهت g2 رو داریم 30% uy g2 رو در نظر میگیریم. خب اینش لودنیمش هم که روی ux هست اینا رو چک میکنیم که هیچ اشتباهی رخ نده که برای روی uy هم همینطور uy g1 30% ux g1 یعنی 30% متعامدش باید لحاظ بشه و البته خوبه که این سایر قسمت ها رو هم چون g2 هست y هست در جهت متعامد 2 اوکی و سایر قسمت ها رو هم یه چک کنیم خالی از لود نیست تا تحلیلمون یه مقداری درست تر از آب در بیاد. و همچنین برای این قسمت هم که بار گذاری مثلثی هست دیگه این دفعه به جای اکسلریشن از لود پترن استفاده کنیم. خب لود پترن که استفاده کنیم حتما روی EX میذاریم برای جهت تراینگل جهت X G1 و اینو روی حتما G1 تنظیم کنید که تحلیلاتون اشتباه در نیاد. عدد چند اسکیل فاکتورش هم روی 1 عدد چونی میخواین تغییر بدین. خب مشخص اینجا هم همون 108 بودیم 3 دهم ضرب در 1.5 برابر تغییر مکان هدف. مسلما 108 باید در اینو من تکرار میکنم که شما یادتون نره. همیشه 2 صدم ارتفاع ساده رو بگین تغییر مکان هدف فرضی باشه. خب جهتش هم جهت x روی u1 هم هست و قبلش هم که بارگذاری ثقلی g1 باید روش لحاظ بشه و همچنین g2 رو یه چک میکنیم که لحاظ شده هست. قسمت رو یه چک کنیم خالی از لود نیست و مجدد روی EY میریم که نیروی زلزله EY لحاظ شده توی لود پترن هامون و این قسمت رو هم قسمت g1 رو حتما در نظر بگیریم واسش مودیفای که چیزی از بدن نیفتاده باشه. خب اینجا بارگذاری مثلثی حتما وقتی که تراینگل در جهت x g1 هست حتما 30% متعامد در جهت y رو باید در نظر بگیریم واسش x اینجا و دیسپلیسمنت کنترل عدد 36 صدام گفتیم 1.5 برابر تغییر مکان هدف. تغییر مکان هدف هم بودیم 2 صدم ارتفاع هم که 12 متره و اوکی رو میزنیم. مشکلی نداریم توی سایر قسمت ها و جهت متعامدش هم باید شده. چک کردن اینها خالی از لود گفتیم نیست. خب وردی G1 رو چک کنیم. فول لود 258 اوکیه. خب اوکی میزنیم و سازمون رو سیو میکنیم. بعد از اینکه ساز سیو شد قبلا گفته بودیم بهتون که هرچند که توی آموزش‌های خودمون بهتون یاد دادیم ساز ساختار احداث سازمون خاک تیپ 3 است و توی قسمت فانکشن و تابع طیفی خاک تیپ 3 رو میایم براش
معرفی میکنیم و میبینید که به این آسودگی توی نرم افزارمون لود شده. اوکی رو میزنیم و توی قسمت های پوشوور سازمون میریم قسمت پوشوور ست. حتما این قسمت ها رو چک کنیم که اوکی باشه. یک بار دیگه میریم توی قسمت پوشوور کرو و ATC40 مودیفای رو میزنیم و سطح خطرها و اینها رو بیاورتاگ روی بی میذاریم. میرایی خاک حتما طبق تعاریف باید روی 5% باشه و حالا این عددمون از کجا اومدیم؟ چه اسکیل فاکتوری رو باید برای خاک تیپ 3 قبلا بود پارامترهای سیا و بی، ولی حالا ما فانکشن تعریف کردیم. خاک تیپ 3 رو آموزش رو من رایگان توی سایت آپارات قرار دادم که شما چطور خاک تیپ 3 رو طیفش رو تهیه کنید و سایر قسمت ها رو ما دست نمیزنیم، چون من اگه بخوام توضیح بدم بالای 3-4 ساعت این قسمت باید توضیح داده بشه و پیشنهاد ما باید اینه طبق همین رواری که ما آموزش میدیم عمل کنیم و انشالله یه تحلیل‌های مثبت ثمرتری رو از خودتون ارائه بدیم. خب یادمون بود که نیروی زلزله بود ABI آروم. خب B که میشه تابع طیفی خاک تیپ سوم و ساختگاه پروژه حالا شهر گرگان 3 اگر باشه، آیش هم که یکه، بی که خودشه، آی ضرب در یکه چون ساز مسکونیه، ABI آروم، آر نداریم که تقسیم بخوایم بکنیم یه کار غلطی اصلا تقسیم نکنید. 3 ABI آروم جی حتما توی تحلیل‌های طیفی خاک ضریب 981 رو لحاظ کنید که میشه 2943. اوکی رو میکنیم. این برای آیین‌نامه ATC40 بود و برای آیین‌نامه فما 356 هم که خب نشریه 360 هم که اقتباس شده از آیین‌نامه فما 356 هست. حالا نمیگیم کپی چون ما ایرانی ارق ملیمون رو هیچ وقت نمیفروشیم بگیم که ما از اونها کپی کردیم، اما به هر حال میایم و ضوابط رو قرار میدیم. میرایی باید میرایی 5% باشه تابع طیفی خاک رو در نظر میگیم. اگر نخواهیم فانکشن دیفاینت باشه، ضوابط آیین‌نامه فما رو بخوایم لحاظ کنیم، نوع خاکش میخواد کلاس خاک دی باشه، از همه خطرش بیشتره. چون ما تعریف کردیم دیگه تابع طیفی خاک رو اینجا هم که توضیح دادیم، گفتیم که 3 شتاب حمله‌های تر توی گرگان بود، ضرب در 1 آی بود که سازه مسئولی، ضرب در 981. آر هم نداریم به دلیل اینکه کارمون کار غیر خطیه. خب ضریب TS از کجا اومد؟ الان ما این 7 رو که اینجا قرار دادیم، این رو باید ببینیم که از کجا پیدا شد. خب حالا عدد 7 TS چی هست؟ برای خاک تیپ سوم شما اگر وارد آیین‌نامه 2800 زلزله بشید، صفحه 17 که مشخصات خاک تیپ سوم و این تابع طیفی خاک رو هم داده، بله این صفحه 17 وارد میشیم برای خاک تیپ سوم. خب برای قسمت TSش پارامترهای حالا ژئوتکنیکی اسم دقیقش رو یادم نیست و ضریب 7 رو میایم توی نرم افزارتون وارد میکنید. حالا اگر شما بخواید از ضوابط نشریه 360 بخواید استفاده کنید که بخواید خودتون تعریف کنید اینها رو، حالا نوع پارامترش رو اینو میتونید رنگ‌ها رو تغییر بدین که اون به قول معروف رنگ‌های پلات‌ها و نموداراتون به چه صورت باشه و اینا ضریب‌های CM قابل تعریف هستن که شما اگر به قول قدیمی‌ها که نشریه 360 باز اگر باشین میتونید به راحتی این ضریب رو تعیین کنید و تعریف کنید و توی نرم افزار وارد کنید. خب ما اوکی رو میزنیم. سایر مشخصات هم به همین صورت هست و ما کار خاصی دیگه ای نداریم جز اینکه بیایم و سازه رو تحلیل کنیم. خب ما تحلیل سازه رو میزنیم، آلویز میذاریم و میخوام ببینیم که چند تا از اینا همه ران هست. پس یه بار دونات ران حالا میزنیم، ران حالا رو میزنیم که همه ران بشن. حتما شو آلویز رو بزنیم
من ران سازه رو میزنم، فقط اینکه تحلیل رو قطع میکنم، ضبط سازه رو، ضبط نرم افزار رو ببخشید، ضبط کلیپ رو، تا این سازه واسهتون کامل ران بشه و خروجی ها رو بریم و مشاهده بکنیم. ران رو میزنیم و خب الان سازمون به طور کامل تحلیل شده و قفلش هم بسته است. حالا فقط یه نکته‌ای که اینجا باید دقت کنید، ما توی تمام سازه هامون، ببخشید توی تمام ضوابطی که وارد کردیم، سازمون رو قسمت اون نقطه‌ای رو که می‌خواستیم پوش کنیم 36 سانت، وقتی واحدمون کیلوگرم فورس متره، 36 سانت میشه 36 سانت اومدیم سازه 4 طبقمون رو پوش کردیم. خب حالا هنگامی که میخوام ببینیم آیا این 36 سانت پوشمون به طور کامل انجام شده یا نه، اگر اشتباه باشه تحلیلمون به اون پوش 36 سانت اصلا نمیرسه. خب از قسمت دیسپلی و شو استاتیک پوش کرب رو میزنیم و خب مسلمه ما 3 دهم رو انتخاب کنیم که خب 3 دهم به اون 36 سانت نمیرسه و ما اون تحلیل 100% به همراه 30% متعامدش رو نیاز داریم. خب اینجا UX یعنی 100% جهت X با 30% متعامد UY در نظر گرفتیم و می‌بینیم که 36 سانت توش رسیده. این خیلی نکته بسیار مهمیه و UY رو بازم به 36 سانت پوشی که می‌خواستیم رسیده و همچنین بار تراینگلمون از 0 به 36 سانت پوش رسیده و شما اگر یه نمودار غیر از این اگر در بیارین یه جای کارتون میلنگه و اشتباه می‌کنید که باز هم توی جیلو به 36 سانت رسیده. حالا شما بستگی به این داره که میخواین تحت بارگذاری جانبی با سقلی G1 در نظر بگیرید یا سقلی G2 که 9 دهم بود، اینجا با 1 و 1 دهم با علاوه 273 هزارم هست، یا اینکه بخواید اون حالت دیگر رو در نظر بگیرید. خب میریم وارد نشریات میشیم، ABC40 رو وارد میشیم، میبینید که نمودارهاش مفصل باید در رابطه با این بحث کنیم که اینها اصلا چی هستن، نقاط برخورد نمودار رو، اینها به اون پوشی که تحت بار TGX شده و تحت بار TGY شده، این نقطه برخورد اینها یه سری اطلاعات به ما میده که خب خارج از بحث این جلسه بود، ما فقط ضوابط رو وارد کردیم و به شما یاد دادیم که شما چطور میتونید این پارامترها رو به دست بیارید. خب نقطه عملکردها رو داره نشون میده این نمودار، چطور طیفی و اینها رو داره نشون میده و حالا وارد پذیرش آیین‌نامه فرما 356 شکل نمودار دو خطی هم می‌بینیم به راحتی تشکیل شده. دیگه از این واضح‌تر و بهتر آموزش به شما یاد دادیم که چطور نقاط عملکردی سازه رو به دست بیاریم. تغییر مکان تارگت دیسپلیسمنت، تغییر مکان هدف رو میتونیم اینجا ببینیم که خودش اومده توی نقطه خاص خودش محاسبه کرده و شو کلکیومتر پارامتر رو ببینین، پارامترهای C0 تا CM رو همه رو اومده خودش نرم افزار و طور خودکار برای بار TXG حساب کرده و چنانچه شما وارد نشریه 360 اگر بخواید بشید مسلما این فرمول توی نشریه 360 رو در نظر بگیرید که دلتا تارگت مساوی C2 و ضرب DI و KI هم داشتیم. اینا رو در نظر کنید میتونید به قول تغییر مکان هدف رو تحت بار GX1 به طور واقعیش رو حساب کنید. فقط ما نقطه عملکرد تغییر مکان هدف سازه رو هم به دست آوریم و تحت XC40 نقطه عملکرد سازه رو هم میتونیم به دست بیاریم. خب برمیگردیم به همون قول معروف تحلیل سازه خودمون تحت بار GX1. خب میایم توی دیسپلی تیبل مشاهده میکنیم که ضوابط به چه صورت هست. خب آخرین گزینه استپ در رو در نظر میگیریم و قسمت بیتا آی او A to B تا بیس کار اینقدر مفصل تشکیل شده، بیتا آی او تا استفاده بی وقت 106 تا مفصل و قسمت ایمیدیت اکوپنسی تا لایف سیفتی ایمنی جانی حدود 86 تا مفصل رو اومده در نظر گرفته. خب برای اینکه ما باز توی حالتهای مختلف این رو چک کنیم این قسمت دیسپلی رو
شو دیفورمیتی شیپ رو در نظر میگیریم و بار به قول معروف XG1 رو در نظر میگیریم، یه عدد بالا وارد میکنیم، یه اپلای میزنیم. نهایت همون 10 تا استپی که خودش مد نظرش بود اومد و لحاظ کرد. حالا اگر بار XG2 رو در نظر بگیریم، یه عدد بالا وارد میکنیم، باز همون 10 تا استپی که خودش خواست رو مد نظر قرار داد. می‌بینید که رفتار مفاصلمون رو به وضوح داره نشون میده که حالا توی المان‌های مختلف سازه به چه صورت هست که طبق تعاریف حالا نشریات مختلف سازمون رو خیلی خوب طراحی کردیم، دیگه نیاز به بهسازی مفاصل نداشتیم که مثلا از آستانه فروریزش بخواد عبور کنه که CFD کلاس پرونشن و توی محدوده استفاده بیوقفه تا ایمنی جانی سازمون قرار داره و برای سازی مسکونی یک عملکرد بسیار مناسب داره. اگر حالا بیمارستان اگه بود تمام مفاصلمون باید رنگ صورتی به خودش میگیره. خب حالا مفاصل دیگه اگه بخوایم روی XG رو چک کنیم یا حالا بزرگتر در نظر میگیریم که حالا به این صورت قرار گرفته. الیویشن های مختلف سازمون می‌بینیم و بازم سوالای دیگه مختلفی ممکنه پیش بیاد. اینکه توی همین قسمت دیسپلی تیبل شما به راحتی میتونید تعداد مفاصلتون رو دیگه دونه دونه نشمارید و خودتون حد بزنید توی استفاده با این برش پایه و با این تغییر مکان رو تونسته تحمل بکنید و سازمون هم که 36 سانت کوچ کردیم، برش پایش دامن هست و با اینقدر تغییر مکان رو میتونه تحمل کنه و سازمون رو پایدار نگه داره و در مسئله ایمنی جانی برای این سازه حفظ بشه و نیاز به بهسازی نداشته باشه. دوستان امیدوارم این آموزش به قدر کافی مفید باشه، هرچند که این آموزش صرفاً جهت آشنایی با وارد کردن ضوابط در نرم افزار بود. شما مطمئناً اگر کسایی که میخوان لول حرفه‌ای رو یاد بگیرن از بیس کار نشریه 360 رو میان شروع میکنن و به صورت حرفه‌ای و خیلی تاپ این آموزش ها رو پیگیری میکنن و انشالله به اون هدفی که دارید توی بحث تحلیل های استاتیک غیر خطی و تاریخ زمانی غیر خطی که جزو تحلیل های دینامیکی محسوب میشن انشالله برسید، موفق و مؤید بشین. خداوند یار و نگهدار همه شما عزیزان جان.